کلیفون چیه؟ صمغ درخت فراوری شده است. اون صمغ درختی که دست میزنی یه حالت چسبندگی ایجاد میکنه روی دستمون. اونا رو میگیرن میبرن توی کارخونه، فراوریش میکنن، به اصطلاح یه سری مواد بهش اضافه میکنن، یه سری مواد ازش کم میکنن، در نتیجه توی یه سری جوهای خوشگل قرار میگیره به نام کلیفون. کلیفون باعث ایجاد استکاک میشه. روی آرش ما موی دم اسب داریم. موی دم اسب به تنهایی روی سیم که بکشی هیچ صدایی ازشون ایجاد نمیشه، چون وقتی سازتون رو نو از بازار میخرید هر چقدر با آرشه سعی میکنین روی این سیما بکشین صدا نمیده تا زمانی که کلیفون بزنیم. خب چجوری کلیفون بزنیم؟ کلیفون رو باز میکنم و حالا سعی میکنم کلیفون رو نگه دارم، آرشه رو مثل ساز روی کلیفون تکون میدم، مقطعی یه مقدار فشارم رو روی این تسمه بیشتر میکنم اونقدری که بتونم با چشم ببینم میزان کلیفونم رو. آرشه‌ای که کلیفون داشته باشه تقریبا سفیدی این کلیفون نشسته روی موهای دم اسب. آرشه‌ای که کلیفون نداشته باشه این سفیدی روی موهای دم اسب مشخص نمیشه. موسیقی رو راحت یاد بگیری. آقای فراز.